هر سری اومدیم یه حرفی بزنیم، با ما گفتن تو مگه دکتری، تو مگه پزشکی، تو مگه روانشناسی، تو مگه جامعه شناسی، خجالت بکش بیا برو میوه تو بفروش. ولی من میگم هر حقش ربطی به سواد و تحصیل و مدرک نداره. زدن حرف حقم وجود میخواد که کار هر بی وجودی نیست. من نباید خجالت بکشم، اونا باید خجالت بکشن که حق رو میدونن ناحق میگن. اون استاد دانشگاه، اون روانشناس، اون پزشک، اون دکتر، اون معلم باید خجالت بکشه که سودشون تو نفهمی مردمه. شما با 20 سال کتاب شنا خوندن نمیتونی شناگر بشی، باید وجود شیرجه زدن و تو دریای حقیقت داشته باشی. حرف حق هم این امین میمونه. هر جا ناحق ببینم با حق جوابشو میدم، حتی اگه تاوانشو بدم. این داستان رو هم با یه جمله ترکی تمام میکنیم: نه سیاست حلیم، نه کارمند دولتم، نه نجومی بالحقوق بار، نه مست شهرتم، یا حق.